تولید وطن افتخار من. اولین خط تولید موترهای باربری در افغانستان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از تولید یک موتر باربری توسط شرکت انکشاف ملی خبر داده است. آقای مجاهد سه‌شنبه 20 قوس در اکس نوشته است که اسم این موتر دمتریک است و به زودی به بازار خواهد آمد. در تصویری که آقای مجاهد منتشر کرده، یک موتر باربری با طراحی بسیار خوب دیده می شود که ظاهراً قابلیت خاصی ندارد و برای خدمات شهری طراحی شده است. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، پروژه های زیادی در افغانستان روی کار گرفته شد و در مدت 3 سال پیشرفت های زیادی در افغانستان از هر نگاهی دیده می شود و چند وقت پیش نیز آقای مجاهد از خط تولید بس های شهری نیز خبر داده بود و این اولین بار است که در افغانستان یک شرکت تولید خودروسازی افتتاح خواهد شد که می تواند زمینه اشتغال را برای صدها تن نیز فراهم کند. سخنگوی امارت اسلامی افزوده است که شرکت انکشاف ملی تولیدات دیگر نیز دارد که به زودی نمایش داده خواهد شد. آقای مجاهد گفته است که از این وسیله نقلیه برای خدمات شهری استفاده خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این موتر باربری محصول داخلی افغانستان است، توسط شرکت انکشاف ملی ساخته شده است. افغانستان جوانان با استعداد زیادی دارد که بعد از آمدن دولت سرپرست و حمایت از این جوانان دستاوردهای زیادی داشته است.